چگونه نیروی دریایی آمریکا در نهایت به سوی یک کشتی کانتینربر ایرانی که در خلیج عمان در حال حرکت بود شلیک کرد؟ ماجرا با یک رویارویی آغاز شد، جایی که نیروی دریایی طی چندین ساعت هشدارهای مکرر صادر می‌کرد. مرحله نهایی تشدید زمانی رخ داد که چندین گلوله به سوی این کشتی عظیم شلیک شد که فوراً موتورهای آن را از کار انداخت و باعث آتش‌سوزی داخلی شد. اما چگونه یک توپ دریایی مدرن قادر است تنها در چند ثانیه 3 گلوله انفجاری شلیک کند؟ راز این موضوع در زیر عرشه قرار دارد. یک سامانه پیشرفته بارگذاری خودکار که توسط انباری تقریباً بی‌پایان از مهمات پشتیبانی می‌شود. ببینید چگونه کار می‌کند. این سامانه به صورت مکانیکی توپخانه را بارگذاری می‌کند و شلیک انجام می‌دهد و بلافاصله پوکه مصرف شده را خارج می‌کند و این ما را به پرسش نهایی می‌رساند. نیروهای نظامی چگونه به صورت فیزیکی یک کشتی کانتینری غول‌پیکر را تصرف می‌کنند؟ نیروی دریایی تفنگداران دریایی را اعزام می‌کنند. آنها از کشتی‌های آبی خاکی اعزام شده و از بالگردهای معلق پایین می‌آیند تا به صورت سیستماتیک عرشه‌ها را ایمن و پاکسازی کنند. یک شنبه 19 آوریل 2026 است و دریاهای آزاد در آستانه یک تشدید بزرگ قرار دارند. یک رویارویی مستقیم دریایی میان ایالات متحده و ایران. نوک پیکان این عملیات ناوشکن موشک هدایت شونده USS اسپرانس است. یک ناوشکن سنگیناً مسلح از نیروی دریایی آمریکا. آنها توسط یک تیم نخبه سوار شدن از تفنگداران دریایی آمریکا از واحد 31 اعزامی تفنگداران دریایی پشتیبانی می‌شوند. هدف آنها توسکا. این یک کشتی کانتینربر عظیم به طول 900 فوت از کلاس پاناماکس است که پرچم ایران را حمل می‌کند و قادر است حدود 5000 کانتینر حمل کند. این غول عظیم در حال حرکت از شوهای چین مستقیما به سمت بندر عباس ایران است. پس چگونه واقعاً این کشتی را از کار انداختند؟ این برخورد در آبهای بین‌المللی خلیج عمان رخ می‌دهد، حدود 340 مایل در شرق تنگه راهبردی هرمز. این رویداد در نتیجه یک محاصره گسترده دریایی آمریکا علیه بنادر ایران آغاز می‌شود. کشتی توسکا با سرعت 17 گره دریایی به جلو حرکت می‌کند و به سمت شمال دریای عرب نزدیک می‌شود. USS اسپرانس برای رهگیری نزدیک می‌شود. کشتی باری تلاش می‌کند از خط محاصره عبور کند، اما نیروی دریایی آمریکا بلافاصله آتش نمی‌گشاید. در عوض فرماندهی مرکزی آمریکا یک استراتژی حساب شده اجرا می‌کند: افزایش تدریجی هشدارها. برای 6 ساعت پرتنش، نیروهای آمریکایی هشدارهای مکرر و دستورهای مستقیم صادر می‌کنند تا کشتی توسکا موتورهای خود را خاموش کرده و مسیر خود را تغییر دهد. اما خدمه کشتی هر دستور را نادیده می‌گیرند و سرسختانه مسیر خود به سمت ایران را ادامه می‌دهند. وقتی کشتی همچنان از اطاعت خودداری می‌کند، USS اسپرانس به استفاده از نیروی دقیق از کارانداز متوسل می‌شود. نیروی دریایی از طریق رادیو آخرین هشدار بسیار مشخص را ارسال می‌کند. یک آژیر هشدار به صدا در می‌آید. سپس USS اسپرانس توپ 5 اینچی مارک 45 خود را نشانه می‌گیرد و شلیک می‌کند. دست کم 3 گلوله مستقیما به اتاق موتور کشتی توسکا اصابت می‌کنند. گلوله اول، سپس دوم و گلوله سوم شلیک می‌شود. دست کم 3 گلوله مستقیما به اتاق موتور کشتی توسکا اصابت می‌کنند. این حمله تاکتیکی سوراخی در بخش ماشینالات ایجاد می‌کند و فوراً نیروی پیشران کشتی را از بین می‌برد. این دقت جراحی گونه کشتی عظیم را در همان لحظه متوقف می‌کند، در حالی که بدنه اصلی سالم نگه داشته می‌شود تا از غرق شدن جلوگیری شود. با از کار افتادن کشتی کانتینربر عظیم و سرگردان شدن آن روی آب، زمان نزدیک شدن فرا می‌رسد. اما این پایان ماجرا نیست. کشتی آبی خاکی USS تریپولی کنترل عملیات را به دست می‌گیرد. این کشتی بالگردهای حامل واحد 31 تفنگداران دریایی را اعزام می‌کند و سپس عملیات سوار شدن به کشتی سرپیچی کننده را با موفقیت انجام می‌دهد. آنها عرشه را پاکسازی می‌کنند، کشتی را ایمن می‌سازند و به طور رسمی کنترل کامل کشتی، خدمه و محموله عظیم آن را در اختیار می‌گیرند. این تصاویر واقعی دید در شب از تصرف آن کشتی کانتینربر عظیم ایرانی توسط تفنگداران دریایی آمریکاست. این نیروها از کشتی USS تریپولی با بالگردهای MH60 سی هاوک، نسخه نیروی دریایی از بالگرد بلک هاوک، اعزام می‌شوند و این تیم‌های نخبه یک فرود تاکتیکی دقیق اجرا می‌کنند. بالگرد اصلی دقیقاً بالای کانتینرها در حالت شناور ثابت می‌ماند، در حالی که تفنگداران با طناب سریع به داخل سایه‌ها پایین می‌آیند. در همین حال یک بالگرد سی هاوک دیگر در ارتفاع بالا گردش می‌کند و پوشش مسلحانه فراهم می‌کند تا هنگام ایمنسازی کشتی از تیم محافظت کند. اما چه چیزی این توپ دریایی مارک 45 را تا این حد خاص می‌کند؟ این سامانه پیشرفته را می‌توان به 4 بخش مجزا تقسیم کرد. در پایین‌ترین قسمت سامانه انتقال خودکار مهمات قرار دارد.
کمی بالاتر از آن سامانه جابجایی خودکار مهمات دیده می شود که فناوری پیشرفته و مهندسی دقیق را به نمایش می گذارد. با حرکت به سمت جلو، بخش بعدی استوانه بارگذار 20 گلوله است که یک عنصر حیاتی در عملکرد بدون وقفه این سامانه محسوب می شود. درست بالای این استوانه سپر توپ قرار دارد که محافظت و پایداری ضروری را برای کل مجموعه فراهم می کند. پس این سازوکار بارگذاری خودکار چگونه کار می کند؟ سامانه انتقال مهمات به سمت بالابر پایینی مهمات حرکت می کند. بالابر مهمات گلوله را به سمت بارگذار 20 گلوله‌ای بالا می برد. یک سینی که هم گلوله و هم خرج پیشران را حمل می کند 90 درجه می چرخد و آنها را به داخل لوله توپ هدایت می کند. وقتی آماده شد توپ شلیک می کند. این 4 بخش اساسی در کنار هم یک سامانه کاملا یک پارچه تشکیل می دهند که می تواند در هر دقیقه 10 تا 16 گلوله شلیک کند. مکانیزم خارج کننده پوکه که یک بخش حیاتی است، پوکه های مصرف شده را پس از هر شلیک از توپ قدرتمند 127 میلیمتری به طور مؤثر از کنار سلاح خارج می کند. این گلوله می تواند مسافتی در حدود 24 کیلومتر را طی کند که تقریباً معادل 14 مایل از ناوشکن آمریکایی تا هدف دشمن است. اما اگر با یک شناور نظامی در فاصله بیش از 50 مایل روبرو باشید چه می شود؟ در این حالت درست در زیر عرشه پرتابگرهای عمودی پنهان شده‌اند. این واحد تقریباً 25 فوت طول دارد. قرار دادن آن در کنار یک انسان درک ملموسی از اندازه آن به شما می‌دهد. اکنون بیایید بررسی کنیم که سامانه پرتاب گرم چگونه عمل می‌کند. آن هم از طریق انیمیشن‌های بسیار ساده. در سلول پرتابگر عمودی برای موشک باز می‌شود. هنگامی که موشک روشن می‌شود، گازهای خروجی از طریق یک مسیر مشخص به سمت بالا هدایت می‌شوند، همانطور که در این نمایش دیده می‌شود. این طراحی به موشک اجازه می‌دهد به صورت مستقل پرتاب شود بدون آنکه گازها مانعی ایجاد کنند. این لایه نخست دفاع بود. لایه دوم شامل یک سامانه دفاع نزدیک است، مانند فلانکس. در بالاترین بخش آن رادار جستجوی کیو باند قرار دارد. در زیر آن رادار رهگیری و هدایت آتش کیو باند دیده می‌شود و در پایین‌تر توپ گتلینگ 20 میلیمتری قرار دارد که می‌تواند 4500 گلوله در دقیقه شلیک کند. تمام این گلوله‌ها از یک استوانه مهمات و سامانه تغذیه بدون نوار تأمین می‌شوند. بیایید دقیق‌تر ببینیم این سامانه چگونه کار می‌کند. وقتی سامانه فلانکس فعال می‌شود، رادار جستجو یک تهدید پهپادی ورودی را در فاصله 10 مایلی شناسایی می‌کند. رادار جستجو به رهگیری ادامه می‌دهد و نرم افزار تهدید را تایید می‌کند. سپس رادار کنترل آتش در فاصله 5 مایلی روی هدف قفل می‌کند. در فاصله حدود 2 مایل یا در برد بهینه‌ای تعیین شده توسط نرم افزار توپ شروع به شلیک به تهدید اول می‌کند و تا زمانی که هدف نابود شود به شلیک ادامه می‌دهد. با شلیک حجم عظیمی از گلوله‌های تقریباً بی‌پایان که هر پهپاد، قایق یا هواپیمایی را که به کشتی نزدیک شود نابود می‌کند. اگر این روش روی اهداف کوچک مؤثر نباشد، سامانه دفاع نزدیک دیگری وارد عمل می‌شود. CARAM. این سامانه رادار و سامانه الکترواپتیکی فلانکس را با خود ترکیب می‌کند. اما علاوه بر آن دارای یک پرتابگر 11 سلولی رم است که قابلیت بارگذاری مجدد دارد و یک سامانه مستقل ایجاد می‌کند که می‌تواند بدون تکیه بر اطلاعات خارجی با تهدیدها درگیر شود که به سامانه هدایت مادون قرمز مجهز است. این موشک سبک و کوچک سطح به هوا با هدایت مادون قرمز به طور خاص برای مقابله با موشک‌های زیرصوت طراحی شده است. مانند موشک‌های دوران شوروی پی 15 که توسط ایران باز طراحی شده‌اند و در نزدیکی سطح دریا حرکت می‌کنند تا از رادارها فرار کنند. سامانه دفاعی CARAM در چنین شرایطی فعال می‌شود و هر چیزی را در شعاع 6 مایلی با دقت اصابت حدود 90% نابود می‌کند. اما ایالات متحده چگونه واقعاً یک نفتکش با پرچم خارجی را تصرف یا متوقف خواهد کرد؟ و چگونه محاصره را اجرا خواهد کرد وقتی یک بازی ژئوپلیتیکی ناگهان به عملیات نظامی واقعی تبدیل شود؟ در این سناریو ایالات متحده یک محاصره سختگیرانه بر نفت ایران اعمال خواهد کرد، نفتی که چین به طور صریح تحت حفاظت خود قرار داده است. این عملیات نقطه اوج یک رویارویی چند هفته‌ای خواهد بود که ریشه در محاصره کامل صادرات ایران توسط دولت آمریکا دارد. هدف یک نفتکش 10 ساله و فرسوده خواهد بود که توسط اطلاعات آمریکا به عنوان بخشی از ناوگان سایه شناسایی شده است. شبکه‌ای مخفی از کشتی‌ها که توسط چین و ایران برای انتقال نفت غیرقانونی و دور زدن تحریم‌های جهانی استفاده می‌شود. بیایید این سناریو را در نظر بگیریم. یک نفتکش
توسط نیروی دریایی آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز رهگیری می‌شود. وقتی کاپیتان از توقف خودداری می‌کند، فرستنده شناسایی کشتی را خاموش می‌کند و به سمت اقیانوس آرام فرار می‌کند. آمریکا نیروهای خود را اعزام می‌کند و تعقیبی طاقت فرسا به طول بیش از 5000 مایل آغاز می‌شود. پس خدمه نفتکش از چه تاکتیک‌ها و فریب‌هایی استفاده خواهند کرد؟ اگر این یک نفتکش ایرانی باشد، خدمه به سرعت تلاش خواهند کرد هویت قانونی کشتی را در حال حرکت تغییر دهند تا دست نیافتنی شود. آنها بدنه کشتی را دوباره رنگ‌آمیزی می‌کنند. نام کشتی را به نامی چینی یا روسی تغییر می‌دهند و پرچم مربوطه را بالا می‌برند. در حالی که نفتکش به سمت گذرگاه راهبردی میان خاورمیانه و اقیانوس هند حرکت می‌کند، برای پیچیده‌تر شدن اوضاع، ناوهای جنگی چینی در اطراف حضور خواهند داشت و یک پوشش دفاعی ایجاد خواهند کرد. این موضوع فرماندهان آمریکایی را مجبور می‌کند با احتیاط بسیار زیاد عمل کنند، زیرا یک اشتباه می‌تواند به یک جنگ دریایی ناخواسته منجر شود. با وجود تهدید خاموشی که در زیر آب کمین کرده است، آمریکا چراغ سبز برای تصرف کشتی را صادر خواهد کرد. استراتژی آنها جسورانه خواهد بود. خنثی کردن زیردریایی چینی نه با اژدر، بلکه با برتری کامل هوایی. در رأس تعقیب سطحی، کشتی یو اس مونو از کلاس لجند قرار خواهد داشت که هفته‌ها کشتی ایرانی چینی را در میان امواج خشن اقیانوس تعقیب کرده است. اما پیش از آن که نیروی دریایی آمریکا اقدام کند، ابتدا باید آسمان ایمن شود. هواپیماهای P-8 پازیدون نیروی دریایی آمریکا منطقه را پوشش می‌دهند و شبکه‌ای از بویه‌های صوتی در آب رها می‌کنند تا هر حرکت زیردریایی چینی را دنبال کنند. در همین حال، هواپیماهای KC-135 استراتوتانکر عملیات نظارتی را به صورت 24 ساعته در هوا نگه می‌دارند. نیروی هوایی نیز وارد عملیات می‌شود و تجهیزات جنگ الکترونیک را برای مختل کردن ارتباطات چینی به کار می‌گیرد. هواپیماهای P-8 عملاً زیردریایی را محاصره می‌کنند و پیام روشنی ارسال می‌کنند که هر گونه اقدام تهاجمی نابودی فوری آن را تضمین خواهد کرد. با مهار تهدید زیرابی، کشتی سطحی آمریکا در نهایت فاصله را کم می‌کند. از آنجا که دریاهای اقیانوس آرام برای قایق‌های کوچک بیش از حد خشن خواهند بود، نیروهای آمریکایی از مسیر عمودی وارد عمل می‌شوند. در یک حمله دقیق، تیم‌های عملیات ویژه با تناب سریع از بالگردهای معلق مستقیما روی عرشه نفتکش پایین می‌آیند. در عرض چند دقیقه آنها پل فرماندهی را تصرف می‌کنند، موتور را خاموش می‌کنند و پرچم آمریکا را بالا می‌برند. در این لحظه نفتکش در اختیار آنها خواهد بود و محاصره اجرا می‌شود. در پایان ما ویدیوهای اصلی را از ابتدا می‌سازیم و توسط انسان‌ها انیمیشن می‌کنیم. بنابراین برای از دست ندادن ویدیوهای بعدی لطفاً مشترک شوید.